امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای انجام یک سفری دولتی و هم شرکت در همایش سران کشورهای آسیای مرکزی و چین به این کشور پرواز کرد. تمامی معرکه‌های رسمی تا 19 می ادامه می‌کند. فعلا برنامه‌های گفتگوها و موضوع صحبت یا احتمال امضای کدام سازشنامه‌ها برای مطبوعات معلوم نیست. بیشتر پرزیدنت چین سی جین پینگ گفته بود که در این سفر طرح بزرگ امضا می‌شود. همکاری ها با چین شریک استراتژی تاجیکستان در دوام 30 سال استقلالیتش در محور قرار دارند و این کشور سرمایه گذار و قرض دهنده اساسی تاجیکستان شده است. منعقدان حکومت تاجیکستان را برای به اختیار چین واگذار کردن قطعه از قلمرو این کشور، بهره برداری اساسی کانهای طلا و معدن شدن پکین و افزایش حجم قرضهای خارجیش در پیش این کشور را چون تصمیم‌های دارای پیامدهای سنگین انتقاد می‌کنند. پیش از این برنامه با یک تحلیلگر مسائل چین و آسیای مرکزی در دانشگاه سینگاپور صحبت کردم و نخست از رافائلو پانتوچی پرسیدم از سفر دولتی پرزیدنت امامعلی رحمان به چین چی را باید انتظار شد؟ به نظر من مهم این است که این همکاری ها میان آسیای مرکزی و پکین باز هم تقویت می‌یابند. این برنامه از نظر دورنامه آسیای مرکزی هم خیلی مهم است. باور دارم که ما اعلان های خیلی کلان اقتصادی میشنویم. من جزئیاتش را نمیدانم ولی خبر دارم که چند چیز در نوبت ایستاده است. بعضی از خبرهای وابسته به همکاری های فرهنگی هم خواهد بود. در عموم این همکاری ها برای هر دو جانب به معنای تقویت روابط خواهد بود. سوال دیگرم این بود که آیا به نظر او همایش چین و آسیای مرکزی در شرایط جنگ ادامه یابنده روسیه علیه اوکراین و تا اندازه ضعیف شدن موقع مسکو در منطقه شاید باید چون تلاش چین برای تقویت نفوذش با استفاده از این فرصت قبول کرده شود؟ به نظر من چین در موقع قویش در آینده این منطقه مطمئن است و منطقه هم چین را همچون آینده اقتصادی خود ارزیابی می کند. در موقعش استوار است و به باور من نقشش در آینده باز هم می افزاید. من فکر نمی کنم که در چین درباره افزایش نفوذ روسیه حراسی داشته باشند. چیزی مهمتر این است که منطقه به طور آشکارا نشان میدهد که بغیر از مسکو یک انتخاب دیگری هم دارد. ما در چند سال اخیر دیدیم که مسکو با یک طرز بسیار نیرومند میخواست روابطش را با منطقه به نمایش گذارد و هم یک مقدار موفقیتش را هم در اینجا نشان داد. ما دیدیم که همه 5 رئیس جمهوری امسال در پرد روز 9 می در مسکو بودند. هرچند سال گذشته یا 2 سال پیش چنین نشد. تنها رحمان 2 سال پیش رفته بود. از جانب روسیه ما می‌بینیم که خواهان همکاری‌های فراگیر با این کشورها میباشد. منطقه آسیای مرکزی به باور من بیشتر می‌خواهد با چین همکاری و روابط نزدیکتر داشته باشد. چین ضرورت برای پر کردن خلای ایجاد شده در منطقه را ندارد. به نظر من موقع چین در آسیای مرکزی مستحکم است. در اصل آن چیزی که ما در جلسه پوتین و جین پینگ در مسکو دیدیم این هماهنگسازی سیاستشان در منطقه بود. تشکر. هم صحبت ما بود رافائلو پانتوچی تحلیلگر مسائل چین و آسیای مرکزی در سینگاپور.